بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی و مخاطبین روایت پادکست، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که خوب باشین. به روایت پادکست با من عبدالله انس خوش آمدین. امروز در برنامه مهمان گرانقدر را داریم. مهمان بزرگوارمان جناب دکتر عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد هستند. قرار است با جناب دکتر سخنان زیبا و زیادی داشته باشیم و روایت‌هایی را از ایشان بشنویم که تا حالا شما نشنیدین. جناب دکتر سلام و رحمت الله، خوش آمدین. سلامت باشین. من هم عرض سلام احترام دارم خدمت شما و تمام مردم شریف و نجیب افغانستان. شما سلامت باشین، بازم خوش آمدین. جناب دکتر در سالهای گذشته استعمارگرا همیشه بر نسل‌های ما این گونه تلقین میکردند که اقتصاد افغانستان فقط متکی بر زراعت و مالداری است و اینکه ما در دهه‌های گذشته از زراعت و مالداری نظر به خشکسالی‌ها و اتفاقات و حوادثی که بوده آنچنان حاصلات خوبی نداشتیم، یعنی نتیجه نگرفتیم. باز این گپ همیشه به ما حس وابستگی را ایجاد میکرد که باید افغانستان چون که از زراعت و مالداری نتیجه خوبی نمیگیره به غرب و به کشورهای کفری به قول عام باید وابسته باشه. چقدر این گپ درست است و آیا فقط منبع عاید و درآمد ما افغانها زراعت و مالداری است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا زراعت به عنوان بنیاد و شالوده پیشرفت اقتصادی افغانستان مطرح است. با توجه به آب و خاک و جغرافیای خوبی که افغانستان داره ما میتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم. منتها سیاست کشور ما به گونه‌ای نیست که تنها ما متکی به زراعت باشیم. تجارت و رشد توسعه اقتصادی در پرتو موقعیت ترانزیتی افغانستان، موقعیت ژئواکونومیک افغانستان یکی از پلان‌های هست که در دستور کار نظام قرار داره. به این ترتیب زراعت یک مقدمه هست، یک پل هست برای رسیدن به صنعت، برای رونق تجارت و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی افغانستان. اما هدفی که قدرت‌های استعماری دنبال میکنه است که افغانستان را از این ظرفیت محروم بسازه. یعنی اونا هدفمند این تبلیغات هم مورد توجه قرار میده تا مردم همیشه وابسته به بیرون باشه، یعنی متکی به ظرفیت‌های داخلی و ملی خود نباشه و از این طریق اونا بتونه سطح وابستگی افغانستان را به قدرت‌های استعماری افزایش بده، مثل که در دوره گذشته چون این سیاست را ما عملاً مشاهده کردیم. به این ترتیب است که هم زراعت، هم صنعت و هم تجارت و هم موقعیت ترانزیتی افغانستان، اینا همه به عنوان اولویت‌ها برای رشد اقتصادی افغانستان در دستور کار نظام قرار داره و ما به صورت سیستماتیک و روشمند و هدفمند تلاش میکنیم که افغانستان را به خودکفایی برسانیم. بله، اگر مفصلتر بالای از این صحبت‌های شما را داشته باشیم جناب دکتر که کدام عوامل است در کنار از این دو عاملی را که من یاد کردم و جدا جدا اگر شما یاد کنین که بر رشد و شکوفایی اقتصاد ما نقش مهمی را داره؟ در واقع مطالعات علمی نشان میده که تمامی کشورها از زراعت آغاز کرده اما متکی به زراعت نمانده. به این معنا که ما اگر بخوایم که در رقابت‌های ژئوپلیتیک منطقه نقش بازی بکنیم و از نظر توسعه اقتصادی یک کشور متکی به خود باشیم و سطح تولیدات داخلی را ارتقا ببخشیم، نیازمند این هستیم که به صنعت عبور کنیم، یعنی یک کشور صنعتی شویم، توسعه یافته شویم. در اون صورت ما میتونیم هم به عنوان یک پشتوانه در تقویت ثبات اقتصادی و پولی خود نقش مهم بازی بکنیم و هم محصولات ما در بازارهای بین المللی توان رقابت داشته باشه با محصولات و تولیدات کشورهای منطقه و فرا منطقه. به او دلیل که سیاست امارت اسلامی هم است که در کنار زراعت ما به صنعت باید توجه و اهتمام نظر داشته باشیم. به همین دلیل که تسهیلات ویژه‌ای برای صنعتی شدن افغانستان مد نظر قرار گرفته و برای سرمایه گذاران داخلی و بین المللی تسهیلاتی در نظر گرفته شده که
شاید در تاریخ افغانستان بی‌نظیر باشه، از نظر معافیت مالیاتی، از نظر ارائه امکانات انرژی و از نظر توزیع زمین‌های که در راستای فعالیت تجاری و صنعتی میتونه مطمع نظر قرار بگیره. حتی شهرک‌های صنعتی نه تنها در کابل، در ولایات افغانستان مد نظر قرار گرفته. اینا همه به خاطر ای است که یک مشوق خوبی باشه برای سرمایه گذاری به خصوص در حوزه صنعت در افغانستان. بله، انشالله بالای چیزایی که گفتین در محورهای بعدی مفصل بحث خواهیم داشت. جناب آقای نظری، معادن سرشار و غنی که در افغانستان وجود داره چقدر در صنعت ما را میتونه کمک کنه در کل بر اقتصاد افغانستان و یا میشه ما کاملا به این معادن اتکا کنیم؟ منابع طبیعی و معدنی افغانستان یکی از ظرفیت‌های ملی ماست که در توسعه پایدار افغانستان میتونه نقش ایفا بکنه. یعنی نه تنها نسل حاضر که نسل‌های آینده هم میتونه از این منابع مستفید شود و سیاست ما هم معطوف به توسعه و رشد پایدار در افغانستان هست. یعنی ما با عنوان یک سرمایه ملی معادن خود مد نظر قرار داده ایم. به همون دلیل که در استخراج، در انکشاف و در بهره برداری از معادن افغانستان دقت لازم و هوشمندانه در دستور کار ما قرار داره. ما تلاش میکنیم که این منابع به عنوان یک منبع ملی و خدادادی به گونه مورد اکتشاف و استنباط و استخراج و بهره برداری قرار بگیره که نه تنها شرایط فعلی افغانستان درش تغییر ساختاری ایجاد شود، بلکه بتونه به عنوان یک کارت بازی در آینده اقتصادی افغانستان نقش مهم ایفا بکنه. لذاست که شفافیت لازم در ارتباط خوشبختانه وجود داره. در ارتباط با واگذاری معادن افغانستان دقت لازم صورت میگیره. در ارتباط با ای که بتونه ایجاد اشتغال بکنه و در داخل کشور تمام این پروسه ها طی شود، یک نگاه هوشمندانه و معطوف با آینده وجود داره. اینا همه به خاطر این هست که معدن افغانستان یک سرمایه ملی ماست و در رشد خودکفایی افغانستان میتونه نقش بسیار مهم و اساسی ایفا بکنه. بله، یعنی فرصت ها به اندازه کافی موجود هست در افغانستان. خوشبختانه بعد از استقرار امارت اسلامی و امنیتی به پیشینه‌ای که در افغانستان به وجود آمد، بهترین فرصت برای استفاده از ظرفیت‌های ملی از جمله معادن افغانستان در دستور کار قرار گرفته که در این راستا برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های بسیار دقیق، واقع بینانه، کارشناسانه و منطبق با نیازهای ملی و بین المللی مورد توجه قرار گرفته. بله، در حکومت‌های گذشته ما شاهد ازی بودیم که فرصت‌هایی که شما گفتین بالقوه در کشور وجود داشت، اما هنوز هم حس وابستگی بر کشورهای بیگانه موجود بود در حکومت‌ها. علت از این حس وابستگی و عدم استفاده از این فرصت‌ها چی بود جناب دکتر؟ فقدان استقلال سیاسی. استقلال سیاسی در هر کشور نقش کلیدی برای رشد اقتصادی و استقلال اقتصادی و خودکفایی ایفا میکنه. در شرایط گذشته چون کشور ما استقلال عمل در حوزه سیاست داخلی و خارجی نداشته، به این ترتیب بود که در حوزه اقتصادی هم کارهای صورت نگرفت. علیرغم تبلیغات گسترده‌ای که صورت گرفت که میلیاردها دلار به این کشور سرازیر شد، اما این کشور در هیچ حوزه پیشرفت نکرد. دلیلشی بود که چون وابستگی سیاسی وجود داشت، بنابراین در حوزه‌های زیربنایی، زیرساختی از جمله در حوزه اقتصادی ما نتونستیم گام را برداریم که تامین کننده منافع ملی مردم افغانستان باشه. به این دلیل است که در حال حاضر نقطه ممتاز برای پیشرفت کشور است که استقلال سیاسی وجود داره و ما با استقلال سیاسی میتونیم گام‌های برجسته و برازنده را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور برداریم. با عنوان نمونه، چون در حال حاضر ابتکار عمل در اختیار خود مردم افغانستان است،
با وجود محدودیت ها، تحریم ها، مشکلات، گام های بسیار اساسی برای اعمار و آبادانی افغانستان برداشته شده. از اعمار جاده ها و سرک ها و شاهراها بگیریم تا خط آهن که افغانستان به منطقه وصل میکنه، تا احیای موقعیت ترانزیتی و ژئواکونومیک افغانستان، پروژه های کلانی مثل تاپی، کاسا، ترانس افغان، اینا همه به خاطر این هست که چون استقلال سیاسی وجود داره، اراده سیاسی برای این وجود داره که افغانستان باید از وابستگی به بیگانگان نجات پیدا بکنه. و در گذشته دقیقاً چون استقلال سیاسی وجود نداشت، اراده کارگزاران هم در اختیار بیگانگان بود و این باعث شد که افغانستان نه تنها پیشرفت نکنه بلکه به طرف عقبگرایی سوق داده شود. بله، در کنار فرصت هایی که یاد کردین، چالش هایی هم فراراه امارت اسلامی افغانستان وجود داشته در بخش رشد اقتصادی و شکوفایی اقتصاد ما در افغانستان و شما من حیث یک شخصیتی که حضور دارین عملا و در کل امارت اسلامی افغانستان چقدر به خاطر حل از این چالش ها کوشش کردین و عملا گام برداشتین؟ چالش های ما عمدتاً بیرونی هسته. خوشبختانه در حوزه داخلی چون تسلط جامع و راهبردی بر فضای افغانستان، بر قلمرو افغانستان، بر محیط ژئوپلیتیکی و امنیتی افغانستان وجود داره، ما با چالش جدی روبرو نیستیم. چالش های ما معطوف به این است که هنوز دارایی مردم افغانستان بلوکه شده و منجمد هست. هنوز برخی قدرت ها که از طریق سیاسی و نظامی نتونستن به اهداف خود دست پیدا بکنه، از نظر اقتصادی فشار بر مردم افغانستان اعمال میکنه و البته مقاصد و رویکرد سیاسی داره و این مسائل باعث شده که تنگناهای در حوزه اقتصادی شکل بگیره. تلاش هایی که ما به خرج دادیم معطوف به این است که در حوزه دیپلماسی اقتصادی امارت اسلامی بسیار فعال هست، با ابتکار عمل و با یک کنش عقلانی و منطقی ما تلاش میکنیم که از مجاری دیپلماتیک و با سازوکارهای نرم به این اهداف خود دست پیدا بکنیم که دارایی مردم افغانستان آزاد شود، تحریم ها برداشته شود و افغانستان به عنوان عضو فعال و پویا در جامعه بین المللی بتونه ایفای نقش بکنه. جناب آقای نظری، افغانستان کشوری بوده که همواره در رویارویی با مستکبرین جهان و قدرت‌های بزرگ دانسته که مقتدرانه بیرون برایه، اما همه کشور مقتدر همواره در سالهای اخیر، حتی در دهه‌های اخیر، ما می‌بینیم که با یک فقر عجیبی روبرو هست. این فقر یک روند طبیعی بوده و مانند کشورهای دیگه، یک تعداد کشورهای دیگه، یا یکی طرح‌ریزی شده و برنامه خاصی به خاطر فقیر شدن و فقیر نگاه کردن این مردم وجود داشته در گذشته؟ افغانستان فی نفسه و ذاتاً کشور فقیر نیست، برعکس یک کشور غنی هست. منابع طبیعی که ما در اختیار خود داریم، معادنی که در اختیار خود داریم، آبهای روان و سرشار از منبع انرژی که ما در اختیار خود داریم، اینا همه یک نکته و ما القا میکنه که افغانستان دارای ظرفیت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک و حتی ژئواستراتژیک قوی در سطح منطقه هست. اما مداخلات خارجی به خصوص اشغال کشور ما در مقاطع مختلف باعث ای شد که ما نتانیم به او اهداف مد نظر خود که شایسته مردم عزیز افغانستان است دست پیدا بکنیم. به این دلیل است که یکی از عوامل چالش‌زا که در سیر نزولی افغانستان از نظر تاریخی نقش داشته، مداخلات گسترده خارجی و قدرت‌های مداخله‌گر و استعمارگر در افغانستان بوده. یعنی مردم عزیز ما با همه پشتکار و ظرفیت و استعدادی که دارن، فرصت ای را نیافتن که برای پیشرفت کشور خود گام برداره. چرا؟ چون ما همیشه برای آزادی و استقلال کشور خود مبارزه کردیم تا اشغالگرا را از کشور خود بیرون کردیم. از قرن 19 به این طرف همواره با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی که افغانستان داشته، در طمع قدرت‌های استعماری و مداخله‌گر قرار داشته. به او دلیل است که این عوامل باعث ای شده که افغانستان نتانه
به او اهداف مد نظر خود دست پیدا بکنه به عنوان یک کشور توسعه یافته و پیشرفته در معادلات منطقه‌ای و بین المللی تبارز بکنه. انشالله با توجه به شرایط حاضر که کشور ما آزاد است و هیچ سرباز خارجی در این وطن وجود نداره و سرنوشت سیاسی در اختیار خود افغانها هست، این ظرفیت و این فرصت از نظر تاریخی برای ما فراهم آمده که ما بتانیم عقب ماندگی های گذشته خود جبران بکنیم. چرا؟ چون باور ما است و مطالعات بین المللی نشان میده که یک کشور مستقل و آزاد به راحتی و در یک بازه زمانی کوتاه میتونه به پیشرفت و توسعه و انکشاف دست پیدا بکنه و این فرصت تاریخی امروزه برای ما فراهم است. بله جناب استاد، در دهه‌های گذشته عوامل متعددی موجود بوده به خاطر بیکاری و ضعف اقتصادی مردم افغانستان. در کنار از این عوامل مدرنیزم و نظام مصرفگرایانه چقدر تارسته بود در گذشته که این مردم را همچنان بیکار و همچنان در ضعف اقتصادی نگاه کنه. ای که فقط ما یک کشور مصرفگرا باشیم و همیشه منتظر باشیم که کشورهای خارجی چی تولید میکنن و ما او را بروز کرده و خریده بریم. با توجه به همین درسی که ما از گذشته ها مختیم به کشورهای مشابه افغانستان، تلاش میکنیم که استراتژی جایگزینی واردات به عنوان مبنای سیاستگذاری در حوزه اقتصادی مد نظر قرار بگیره. ما میخواهیم که صادرات خود توسعه ببخشیم. ما میخواهیم که جلوی واردات بی‌رویه و فاقد کیفیت در کشور ما گرفته شود. ما میخواهیم که جهش تولید را به عنوان مبنای سیاستگذاری خود مد نظر قرار بدیم. به همین دلیل که حمایت از رشد تولیدات داخلی و استفاده از محصولات داخلی در دستور کار امارت اسلامی قرار دارد. چون یک کشور مصرفی وارداتی که دارای شاخصهای تجملگرایی باشه و نسل جوانش خدای نخواسته معتاد به مواد مخدر باشه که یکی از رویه‌های استعماری بوده، در کشورهای مختلف تجربه شده و در افغانستان هم با تأسف در دوره اشغال کشوری تجربه شد و نسل جوان ما معتاد شده. با توجه به این رهیافت سیاست امارت اسلامی است که ما از رشد تولیدات داخلی حمایت بکنیم و کشور را به طرف سوق بدیم که متکی به ظرفیت‌های داخلی باشه. شما مشاهده میکنید که حتی تدوین و طراحی و مهندسی بودجه ملی ما با عواید ملی مد نظر قرار میگیره، مورد توجه قرار میگیره. چرا؟ چون باور ما است که این ظرفیت باید فعال شود و یک نهضت ملی در حوزه رشد اقتصادی و استفاده از فرآیندهای داخلی باید مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره. این سیاست اصلی و راهبردی امارت اسلامی هست. بله. اگر کمی عمیق‌تر در این بخش از شما بشنویم جناب نظری صاحب که فلسفه ایجاد نظام مصرفگرا از طرف غرب چی بوده؟ فلسفی ایجادش و چقدر غرب سود میبره از موجودیت از این نظام در افغانستان که بود و بقیه کشورهای دیگر؟ اولین نفع که قدرت‌های غربی میبره است که کشور ما وابسته میشه در تمام وجوه به غربی ها. به همین دلیل که در طول تاریخ اولین کاری که قدرت‌های استعماری میکردن این بود که ملت‌ها را همونطور که از نظر فکری باید وابسته به خود میساختن، از نظر اقتصادی هم باید به خود وابسته میساختن. چون در این صورت هم اونا میتونه محصولات خود را وارد کشور ما بسازه و در کنار این محصولات فکر و اندیشه خود وارد بسازه. چون در دنیای امروز هر فرآورده‌ای را که شما وارد میکنید، هر تکنولوژی که شما وارد میکنید، هر صنعت را که شما وارد میکنید، فکر و اندیشه هم با موازات از او وارد کشور میشه. به همین دلیل که کشورها در دنیای امروز تلاش میکنه که حتی دانش بومی بسازه، تکنولوژی را بومی بسازه تا ای با ارزش‌های خود او کشور سازگاری داشته باشه و دمساز باشه. سیاست امارت اسلامی هم دقیقاً همینطور یک مسئله را شکل میده، به این معنا که ما میخواهیم در واقع با ارزش‌های تاریخی و هویتی و دینی و ملی خود
فرایندهای اقتصادی را مدیریت بکنیم و مهندسی بکنیم که فردا فکر ما، اندیشه ما، نسل جوان ما به عنوان موتور محرک توسعه افغانستان وابسته به قدرت‌های بیرونی نباشه. و کشورهای زیادی بودند که چون از نظر فکری و اندیشه‌ای تحت تاثیر معادلات ژئوپلیتیک غرب قرار گرفتن، به طرف سوق پیدا کردن که به تدریج از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر فرهنگی، از نظر علمی و آموزشی هم وابسته به غرب شدن و در نهایت او ارزش تاریخی و هویتی خود از دست دادن. کشورهای زیادی در این منطقه وجود داره که من نام نمیبرم. بنابراین آنچه که شما مطرح کردین به عنوان یک راهبرد، به عنوان یک استراتژی از سوی قدرت‌های غربی امروزه در کشورهای توسعه نیافته و جهان سوم و به خصوص کشورهای اسلامی مورد توجه قرار میگیره. یعنی همونطور که تهاجم فرهنگی یک موضوع مهم و کلیدی و غیر قابل انکار هست، وابستگی اقتصادی هم یک موضوع پرخطر هست که میتونه آسیب‌های زیاد را متوجه ساختارهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ما بسازه. بله. دوباره میایم بالای افغانستان، کشور عزیز خودمان، و ما میخوایم که جوابی سوال را به شکل واقع گرایانه و آنچه که هست و مشاهده میشه از شما بشنوم، نه به شکل حالا آرمان گرایانه. روزی خواهد رسید که فقر و بیکاری مردم افغانستان به صفر برسه؟ در دنیای امروز شاید به صورت قطعی صحبت کردن در این راستا دشوار باشه، به خاطر اینکه تنش‌های ژئوپلیتیک در این منطقه وجود داره، به خصوص در منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم و نظم بین المللی در حال گذار هست. بنابراین قدرت‌های نوظهوری در این منطقه شکل گرفته، به صحنه آمده. مجموعه این فرآیندها باعث میشه که اقتصاد کشور ما و موضوع فقر که شما مطرح کردین هم تحت تاثیر این معادلات کلان منطقه‌ای و بین المللی قرار بگیره. اما تلاش امارت اسلامی است که روز فرا برسه که هیچ هموطن ما از ناداری رنج نبره و مسئولان اقتصادی افغانستان هم در این راستا هم پلان و برنامه و سیاست گذاری داره و هم انگیزه و اراده داره. امیدوار هستم که او روز فرا برسه که او روز بهترین روز برای مردم عزیز ما خواهد بود. اما باز من تاکید میکنم که با توجه به تنش‌های ژئوپلیتیک، با توجه به نظم جدیدی که در این منطقه و در نظام بین الملل در حال ظهور هست، به صورت قطعی نمیشه بر این مسئله یک پاسخ را مد نظر قرار بدیم که در فردا باز ما نتونیم یک دلیل قانع کننده برای مردم عزیز خود ارائه بکنیم. اما اراده مسئولان قاطع هست، جزم است بر این که ما افغانستان به یک نقطه برسانیم که فقر کاملا ریشه‌کن شود. انشالله. با در نظر داشت این حالاتی که شما اشاره کردین، امارت اسلامی افغانستان عملا چقدر کار کرده به خاطر قوت اقتصادی مردم، یعنی به رفاه رساندن اقتصاد و همچنان ضعف، از بین بردن ضعف و بیکاری و این مسائل؟ خب بیکاری یک معضل هست در کشور ما، مثل که در کشورهای پیشرفته هم حتی یک معضل هست. یعنی مطالعات ما نشان میده که امروزه بیکاری با عنوان یک معضل جهانی مطرح است. اما پیشرفت‌های ما ناشی از این میشه که من چند تا متغیر به صورت واضح خدمت شما و مردم شریف افغانستان ارائه میکنم. ثبات پول ملی ما را شما اگه در نظر بگیرین امروزه نه در سطح منطقه که در سطح جهانی مورد مطالعات جدی قرار داره که چی متغیرهایی در ثبات پول ملی افغانستان و مقاومت پول در برابر فشارها وجود داشته. یعنی حتی بسیاری از پژوهش‌های جهانی معطوفی به این هست. چرا؟ چون در منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم به خصوص کشورهای همسایه ما پولشان در برابر اسعار خارجی به خصوص دلار سیری شدید نزولی داره، اما افغانستان برعکس است. این نشان میده که پس وضعیت اقتصادی ما وضعیت مطلوب است، کارهای قابل توجهی صورت گرفته. نرخ تورم را که ما در نظر بگیریم، بازم به عنوان یک معضل جهانی و منطقه‌ای در افغانستان حدود 2% بوده در سالی که گذشت، در حالی که در کشورهای همسایه ما که ادعا میکنن
وضعیت اقتصادی از اونها از ما بهتر است، نرخ تورم به صورت سرسام‌آور سیر صعودی داشته و همچنین تجارت جهانی ما هر سال در حال افزایش هست. مسیرهای جدید را ما رونمایی میکنیم، کشورهای مختلف را با داد و ستد میکنیم، تعامل اقتصادی گسترده با کشورهای مختلف اعمال میشه. اینا همه بیانگری ای هست که در افغانستان در حوزه اقتصادی مسئولان نظام کارهای خوب و قابل توجهی را در دستور کار خود قرار داده که هر از گاهی بانک جهانی هم را تایید میکنه، سایر محافل بین المللی هم اعتراف میکنه که در این حوزه ها افغانستان پیشرفت شگرفی داشته و حتی در ارتباط با تعادل قیمت ها. وقتی که مسیر پاکستان مسدود شد، وقتی که جنگ ایران و آمریکا در این منطقه شکل گرفت، هر دو همسایه ماست، هم ایران هم پاکستان، قطعا اقتصاد ما از اون متاثر میشه، مثل که اقتصاد جهان متاثر شد. قیمت نفت در دنیا افزایش پیدا کرد ولی در افغانستان تعادل حفظ شد. هم قیمت ها و خصوص در حوزه مواد سوختی و مواد اساسی ما هیچ کمبودی را مشاهده نکردیم، هیچ روند را مشاهده نکردیم که مردم عزیز ما شدیداً تحت فشار قرار گرفته باشه. بله برخی اقلام به دلیلی که نایاب شد، جنگ بود، مشکلاتی بر هموطنان ما به وجود آورد، اما آنگونه که در کشورهای دیگه بود در افغانستان ما با چنین فرایند مواجه نشدیم. این به خاطر تدبیر و درایتی بود که مسئولان نظام در دستور کار خود قرار داده بود و ما این شرایط پیش بینی کرده بودیم و از او زیاد متاثر نشدیم. اینا همه نشان دهنده است که ابتکار عمل در حوزه نظام اقتصادی ما وجود داره. بله جناب استاد، اگر محور بحث را کمی تغییر بدیم بر ربط سیاست و اقتصاد در جهان فعلی، چقدر سیاست های کلان دولت ها بالای رشد اقتصاد و توزیع عادلانه تأثیر داره و فرق نظام اقتصادی اسلام و غیر نظام ها در این عرصه چه فرقی داره و چگونه است تفاوتش؟ نظام سیاسی ما تلاشش است که هیچ نقطه افغانستان محروم نباشه. به همین دلیل که ما تمرکز کردیم بر مناطق محروم و کمتر انکشاف یافته، در قریه ها، در قصبات، در ولایت های دوردست، در ولایت هایی که امکانات نداره، بیشتر پروژه های اقتصادی در دوره امارت اسلامی در دستور کار قرار گرفته. ما میخواهیم که توسعه متوازن باشه، انکشاف متوازن باشه که تمام مردم افغانستان، تمام نقاط افغانستان از پیشرفت مستفید شود و بی بهره نمانه. چون توسعه نامتوازن بحران ایجاد میکنه، بحران‌های اجتماعی ایجاد میکنه. بنابراین تفاوت اساسی نظام سیاسی اسلام هم با سایر نظام‌های اقتصادی دقیقاً در این نقطه هست که عدالت محور است. اما طور که سیاست امارت اسلامی چون از شریعت اسلام سرچشمه میگیره، عدالت محور است. ما میخواهیم که تمام ولایات افغانستان به صورت یکسان و متوازن از امکانات بهره مند شود و ایره در راستای ثبات پایدار در افغانستان ارزیابی میکنیم. به این دلیل است که تلاش امارت اسلامی در این حوزه تلاش موفق بوده و من در تمام ولایت افغانستان سفر داشتم و مشاهده کردم که فاصله طبقاتی در دوره امارت اسلامی به شدت کاهش پیدا کرده و روند توسعه متوازن و انکشاف متوازن آغاز شده. ما حتی مؤسسات بین المللی که میخواد پروژه های خود اعمال بکنه بهش تاکید میکنیم که بر اساس اولویت بندی ما این پروژه ها را اعمال بکنه و ما میدانیم که کدام نقطه افغانستان محروم است. سرک نداره، آب آشامیدنی صحی نداره، امکانات معارف نداره، امکانات آموزشی نداره. اینا رو ما میدانیم چون مسئولان ما با مردم در ارتباط است، سفر میکنن و ارزیابی و مطالعه داره. به او دلیل است که انکشاف یا توسعه متوازن در دستورکار ما قرار داره و این میتونه یک نقطه بسیار محوری برای رسیدن به توسعه پایدار در افغانستان ارزیابی شود. بله جناب نظری صاحب، چیز دیگری را که عملا ما در سیاست فعلی جهان میبینیم او اعمال تحریم هاست. تحریم های اقتصادی به عنوان یک ابزار سیاسی به خاطر تغییر
رفتار حکومت ها و دولت ها. هدف این گونه اعمال تحریم های اقتصادی من حیث ابزار سیاسی چیست و چی پیامدهایی را داره بر رفاه عمومی مردم کشورها و همین گونه اقتصاد کشورها؟ هدف عمده ای که ابزار تحریم دنبال میکنه وادار کردن ملت‌های مستقل و مقاوم و مقتدر به تسلیم است که تسلیم خواستهای قدرت‌های استعماری و مداخله‌گر شود که خوشبختانه در این راستا سیاست‌های این قدرت‌ها در افغانستان ناکام بوده. یعنی طی نزدیک به 5 سال عمر امارت اسلامی بسیار تلاش صورت گرفت که یک بار دیگه افغانستان کانون مداخلات خارجی و بیگانه شود، اما این سیاست‌ها و این فشارها ناکام شد. افغانستان تحت تاثیر مداخلات بیرونی قرار نگرفت. ما در سیاست خارجی خود فعلا یک کشور کاملا مستقل و آزاد هستیم. آنچه که منافع ملی ما و مصالح ملی ما اقتضا میکنه او را در دستور کار خود قرار میدهیم و از هیچ کشور خارجی و بیگانه تبعیت نمیکنیم. و خاطر از اینکه اگر زمینه نفوذ و مداخله در کشور ما فراهم شود، بار دیگه افغانستان به طرف بی‌ثباتی حرکت میکنه و حتی به طرف جنگ‌های داخلی حرکت میکنه، چون یکی از اهداف قدرت‌های مداخله‌گر است که افغانستان قانون بی‌ثباتی و مداخله‌گرایی باقی بمانه. با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی که داره، افغانستان حلقه وصل آسیای مرکزی و جنوبی است، دروازه سیاست خارجی به طرف خاورمیانه و غرب آسیا هست و حتی در تحولات آسیا پاسیفیک میتونه نقش مهم ایفا بکنه. به این دلیل است که همیشه از قرن 19 به این طرف در کانون توجهات قدرت‌های بزرگ قرار داشته. به او دلیل که ابزار تحریم به منظور اعمال فشار با مقاصد سیاسی هست که خوشبختانه با مقاومت و درایت و تدبیر نظام تا حال را این سیاست و این فشار و این تحریم کاملا ناکام ماندن. ما مسیر خود را همچنان ادامه دادیم. درسته در این مسیر با چالش روبرو شدیم، اما این حرکت رو به جلو همچنان ادامه پیدا میکنه و ما راههایی را مد نظر قرار دادیم که میتونه این تحریم ها را خنثی بسازه. بله، سوال دیگه که میخوایم مطرح کنم بازم اما محور اصلی بحثمون که ربط یا تأثیر اقتصاد بالای سیاست یا برعکس. کشورهایی که متقابلا وابستگی اقتصادی با همدیگر دارن، این وابستگی اقتصادی چقدر از بروز تنش‌های سیاسی میتونه جلوگیری کنه یا ای که شدت ببخشه؟ برعکس دنیای کنونی دنیای جهانی شده هست، دنیای وابستگی های متقابل هست. به این دلیل است که بسیار نقش اساسی وجود داره، یک پیوند ارگانیک و دینامیک وجود داره بین سیاست و اقتصاد. مثلا مسائل اقتصادی را ما از مسائل سیاسی نمیتونیم تفکیک بکنیم. اگر فعلا ما تحت تحریم قرار داریم، اگر برخی کشورها حتی کمک‌های بشردوستانه را اجازه نمیده که به مردم عزیز ما برسه، مردم نیازمند ما، به خاطر مسائل سیاسی هست. یعنی اگر برخی کشورها دنبال ایجاد تنش با افغانستان هست، به خاطر مسائل سیاسی هست و این معادلات اقتصادی را هم تحت تاثیر قرار میده. به او دلیل است که ما تلاش میکنیم که مسائل سیاسی از مسائل اقتصادی تفکیک شود، مسائل بشردوستانه باقی بمانه و قواعد بین المللی نقض نشود و سر میز مذاکره مسائل سیاسی را با کشورها برش راه حل منطقی و عقلانی پیدا بکنیم. این سیاست امارت اسلامی بوده. یعنی سیاست امارت اسلامی در حوزه روابط خارجی سیاست تنش زدایی و اعتماد سازی هست و سیاست اقتصاد محور است. ما میخواهیم که تحولات ژئوپلیتیک را از مسائل اقتصادی تفکیک بکنیم. این هم به نفع ماست، هم به نفع کشورهای دیگه. ولی با تاسف باید بگوییم که ما در دنیای زندگی میکنیم که هنوز کشورها از این ابزارهای کلاسیک و سنتی برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود استفاده میکنه. بازم من تاکید میکنم که اراده مردم افغانستان است که با همه کشورها همزیستی مسالمت آمیز داشته باشه، اما تحت هیچ شرایط تسلیم نشود در برابر زیاده‌خواهی هایی که از سوی برخی کشورها نسبت به تحولات افغانستان وجود داره. در ادامه همین سوال اگر از شما بشنویم که ثبات سیاسی چقدر نقش داره بالای اقتصاد خوب پایدار، یعنی میشه که در نبود ثبات سیاسی ما یک اقتصاد پایدار و خوبی داشته باشیم؟ ثبات سیاسی عامل اصلی و کلیدی برای پیشرفت کشور محسوب میشه.
به همون دلیل است که اگر ما امروزه ضریب پیشرفت خود مقایسه بکنیم با 20 سال دوره موسوم به جمهوریت، در این دوره پیشرفت‌های قابل توجهی وجود داره و شکل گرفته. مثلا به عنوان یک نمونه، پروژه تاپی طی 20 سال به اندازه 2 سال عمر امارت اسلامی در این کشور پیشرفت نداشت. جاده هایی که ساخته شده، سرگاهی که در کابل ساخته شده، سرگ اصلی و سرگ فرعی، طی 20 سال با همه بوق و کرنایی که شکل گرفت که اینجا کمک شد، پول آمد، نمیدانم خارجی آمد برای تامین امنیت به اصطلاح، با او شعار ما دیدیم که نه تنها پیشرفت صورت نگرفت که افغانستان به طرف واگرایی حرکت کرد. جزیره های مختلف قدرت شکل گرفت، رشد اقتصادی کاذب به میان آمد و تفرقه با عنوان یک عنصر در دستور کار قرار گرفت. اینا به خاطر ای بود که چون ثبات سیاسی شکننده بود و برنامه بود که افغانستان و عنوان یک کشور باثبات مطرح نشود، لذا بود که در حوزه های اقتصادی هم ما پیشرفت نداشتیم. نه سرگ ساخته شد، نه جاده های فرعی، چون یک قدرتمند میتونست تمام پروژه های حکومت مختل بسازه. بارها جنگ های در واقع میدانی بین اصحاب قدرت در داخل حکومت شکل می گرفته. اینا همه به این خاطر بود که چون ثبات سیاسی متزلزل و ناپایدار بود، پیشرفتی در کشور به وجود نیامد. لذاست که من این سوال شما را میتونم در یک کلمه خلاصه بکنم که ثبات سیاسی لنگرگاه و بزنگای رشد و توسعه اقتصادی افغانستان ارزیابی میشه. بله جناب نظری صاحب، من 3 سوال دیگه هم آماده کرده بودم که در بخش رشد صنعت و سرمایه گذاری بود. هر 3 از این شما در لابلای سوالای گذشته جواب دادین. باز هم به طور خاص باز هم سوالاتشون آمادگی برش گرفتیم، ازتون میپرسم در شرایط فعلی چقدر شرایط به جذب سرمایه گذاری در افغانستان مهیا شده؟ بیشتر بشنویم از شما در این مورد. خوشبختانه تسهیلات بسیاری برای جلب و جذب سرمایه گذاری در داخل کشور با وجود آمده. تلاش ما است که از فرار سرمایه که یکی از اهداف دشمنان افغانستان است جلوگیری بکنیم، سرمایه گذاران ملی را در داخل کشور جلب و جذب بکنیم و حتی برای خارجی ما در ارتباط با نحوه اقامتشان در افغانستان تسهیلات در نظر گرفتیم و برای سرمایه گذاران ملی خود معافیت مالیاتی در نظر گرفتیم که اینا تشویق شود در داخل کشور، به خصوص در حوزه های زیربنایی سرمایه گذاری بکنه. چون یکی از مشکلات جدی ما همیشه ای بوده که ما فاقد زیرساخت و زیربنا بودیم و تلاش امارت اسلامی است که در حوزه زیربنایی و زیرساختی کارهای اساسی و جدی صورت بگیره که اینا میتونه در جلب و جذب سرمایه نقش بسیار مهم داشته باشه. یعنی یک سرمایه گذار وقتی احساس بکنه که تسهیلات برش مد نظر قرار گرفته، جانش، مالش، سرمایه‌شان محفوظ است، امنیت سراسری در هر نقطه افغانستان برای سرمایه گذاری تامین هست و از نظر مالیاتی همکاری با اونا صورت میگیره و در حوزه انرژی 24 ساعته در اختیار از اونا قرار میگیره. خب او انگیزه پیدا میکنه که در داخل کشور ما سرمایه گذاری بکنه که این تسهیلات در دوره امارت اسلامی بر از اینا مد نظر قرار گرفته و همون دلیل که روند رشد سرمایه گذاری در افغانستان در حال افزایش است. بسیار خوب. وضع محدودیت ها در چقدر تانسته چالش ایجاد کنه فراراه سرمایه گذاری در افغانستان؟ در واقع در حوزه محدودیت های بانکی هنوز با تأسف باید بگویم به دلیل سیاست های غیر عادلانه‌ای که برخی کشورها دنبال میکنه ما با مشکل روبرو هستیم. یعنی در نقل و انتقال پول سرمایه گذاران ما دچار مشکل هستند که تلاش امارت اسلامی است که راه حل برای پیدا شود و ما بتانیم از طریق مجاری دیپلماتیک محدودیت های بانکی را از میان برداریم. با مجامع تاثیرگذار بین المللی هم در ارتباط صحبت گرفته، جلسات متعددی شکل گرفته. امیدوار هستم که به زودی ما بتانیم این مشکل را که یک مشکل ساختاری هست از میان برداریم. از نظر شما من حیث متخصص سیاست و حوزه اقتصاد، بحران‌هایی که در 5 سال
گذشته در افغانستان به سبب تهدیدات و همین رقم سبب تحریم هایی که در افغانستان به وجود آمد، چگونه ای بحران ها مدیریت شد از طرف امارت اسلامی افغانستان و نظر شما در این که بهتر مدیریت شود در آینده چی هست؟ امارت اسلامی یک از نظام‌هایی هست که در حوزه مدیریت بحران بسیار موفق است. مثلا نزدیک به 4 میلیون مهاجر از کشورهای همسایه در سال گذشته به داخل کشور برگشت. پیشبینی‌های بین المللی ای بود که افغانستان با بحران بسیار جدی در حوزه اشتغال، در حوزه مسکن، در حوزه زیرساخت، در حوزه صحت، در حوزه اسکان روبرو خواهد شد. اما تمام از این بحران‌ها را ما مدیریت کردیم. یعنی مهاجرین ما نه تنها تهدید برای ما نبود، نه تنها بحران ایجاد نکرد، بلکه به عنوان یک فرصت از امارت اسلامی مد نظر قرار گرفت و ما تانستیم از فرصت‌های اقتصادی از اینها استفاده بکنیم، از تخصص از اینها استفاده بکنیم و از دارایی از اینها برای پیشرفت کشور استفاده بکنیم و اینا را جذب بازار افغانستان کردیم. به او دلیل است که در مدیریت بحران امارت اسلامی یک نظام کاملا موفق است. تغییرات اقلیمی که در افغانستان شکل گرفت، زلزله، سیل، خشکسالی، اینا هیچ کدام به یک بحران اجتماعی در داخل افغانستان منجر نشد. در بسیار از کشورها انفجار اجتماعی را به وجود آورد، حتی انقلاب ها به وجود آمد، شورش ها و آشوب ها شکل گرفت، اما در افغانستان این مدیریت شد به خاطر که مسئولان این نظام درد مردم خود داره و مسئولانه و با تعهد در برابر منافع مردم خود و منافع جمعی خود عمل میکنه. به او دلیل است که من همچنان تاکید میکنم که امارت اسلامی در مدیریت بحران گام‌های بسیار خوبی را برداشته و یک نظام کاملا موفق است. طرف‌های مختلف مستقیم یا غیر مستقیم خواستن و میخواهند که در افغانستان بحران اقتصادی به وجود بیاید. ایجاد بحران‌های اقتصادی در افغانستان، از ایجاد همشون بحران‌ها کدام طرف‌ها زیاد سود میبرند به نظر شما استاد؟ دشمنان مردم افغانستان، دشمنان اقتدار و عزت افغانستان از سود میبره و برنامه از اونها می هست که افغانستان از نظر اقتصادی دچار فروپاشی شود و البته پیشبینی های از اونها می بود که امارت اسلامی تا 6 ماه را در اوایل شکلگیریش دچار فروپاشی نظام اقتصادی خواهد شد، اما اتفاق نیفتاد به دلایلی که من پیشتر اشاره کردم. بنابراین با توجه به شرایط فعلی افغانستان، با توجه به تحولات منطقه، کشورهای هستند که یک افغانستان قوی، مستقل، مقتدر، مقاوم، آزاد و آباد نمیتونه تحمل بکنه. اما من همچنان باور دارم که بیداری که در مردم ما وجود داره، همکاری که بین مردم و نظام وجود داره و تعهدی که در مسئولان نظام وجود داره، تمامی این توطئه ها و پلان های دشمنان مردم افغانستان ناکام و عقیم خواهد شد و افغانستان مسیر پیشرفت خود را انشالله طی خواهد کرد و روز به روز این آگاهی تکثیر میشه و ما مشاهده میکنیم که مردم ما در کنار نظام در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور نقش داره، سرمایه خود را فعال کرده و در حوزه کارآفرینی گام‌های مهم برداشته شده و یک نهضت ملی و همگانی و یک خرد جمعی در درون افغانستان شکل گرفته که یک افغانستان قوی باید شکل بگیره، باید برا بیفته و یک افغانستان مستقل باید ازش صیانت شود، چون در اطراف خود مشاهده میکنه که اگر مداخله خارجی یک بار دیگه در افغانستان شکل بگیره چه سرنوشتی در اختیار مردم ماست. به او دلیله که مردم ما متحد، یک پارچه، قوی، با آگاهی، با بیداری مسیر رشد اقتصادی خود طی میکنه و دشمن نمیتونه به اهداف فروپاشی اقتصادی افغانستان دست پیدا بکنه. جناب نظری صاحب، دشمنی با افغانستان از بهر چیست؟ چرا اینقدر ما دشمن داریم؟ خب در چند دسته قابل تبیین هست. اولا قدرت‌های اشغالگر و مداخله‌گر از افغانستان زخم خورده، در افغانستان شکست خورده.
اقتدار و اتوریته جهانیشان خدشه‌دار شده. یعنی هر ابرقدرتی در دوره خود در رویارویی و در نبرد متقابل با مردم افغانستان با ناکامی مواجه شده. بنابراین بسیار دشوار است بر از اونا که بتونه یک افغانستان قوی و مقتدر را در نظام بین الملل مشاهده بکنه. اما در سطوح منطقه‌ای هم هستن کشورهایی که احساس میکنن یک افغانستان قوی، متحد، یک پارچه و دارای توانمندی‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی میتونه منافع از اونها رو با تهدید روبرو بسازه. به او دلیل که هر از گاهی به دنبال تخلیه موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان برآمده اند. اما درس تاریخ به ما می‌آموزه که افغانستان همچنان به عنوان یک کشور مهم در معادلات بین المللی باقی میمانه و از این منظر ما میتونیم یک فرصت بسیار تاریخی را برای خود مد نظر قرار بدیم که تهدیدات به فرصت برای افغانستان تبدیل شود و در حال حاضر سیاست خارجی ما دقیقاً در امور راستا حرکت میکنه. بخش دیگری از سوالات این گونه عنوان دادیم جناب نظری صاحب که تقابل نظام‌های اقتصادی در جهان. اولین سوال این محور بحث میخوایم مطرح کنم که به نظر شما منطقی است که غرب با این همه تاریخ تاریک و ننگینی که در بخش ارزش‌ها داره در هر بعد زندگی نظام‌های جداگانه‌ای داشته باشه و قانون داشته باشه، اما اسلام من حیث دین برگزیده از طرف خداوند متعال قانونی برای زندگی نداشته باشه و نظامی سالمی نتوانه ساخته برای جامعه؟ نظام اسلامی یک نظام پویا، متحرک، جامع، راهبردی و دارای برنامه استراتژیک در وجوه مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هست. به عنوان نمونه نظام خانواده آنگونه که در اسلام تبیین شده با نظام‌های مادی قابل مقایسه نیست. بنیان خانواده که در اسلام بهش توجه و اهتمام نظر صورت گرفته در دنیا بی‌نظیر هست. نظام اجتماعی که در دین مبین اسلام مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته، نوع همبستگی که مورد توجه قرار گرفته و نودوستی و اخوت و صمیمیتی که مطمح نظر قرار گرفته در نوع خود بی‌نظیر است. در دنیای غرب امروزه ما مشاهده میکنیم که حتی پدر با پسر همگرایی نداره، هر کدام مسیر خود طی میکنه. حتی از رسانه‌های غربی ما بارها شنیدیم که مثلا در یک محیط کسی فوت کرده، بعد از یک ماه اقارب او، وابستگان او خبر شده که فلانی فوت کرده. ببینید این به دلیل این هست که یک نوع گسست در دنیای غرب شکل گرفته، یک نوع بحران معنا در غرب وجود داره. علت ای که امروزه اسلام جاذبه داره در امو غرب، ما هر روز میشنویم که غربی ها به طرف اسلام رو میاره، مسلمان میشه در فرانسه، در آلمان، در امریکا، در کانادا، در آلمان، به خاطر جاذبه معنایی هست که اسلام داره و اسلام میتونه بر بحران معنا که در دنیای امروز به خصوص در غرب غالب شده به عنوان یک گفتمان مطرح شده فایق بیاید، راهکار ارائه بکنه. نوعی همبستگی که در امت اسلامی شکل گرفته. خب البته ای که ما نتونستیم در برخی موارد به او عمل بکنیم و کشورهای اسلامی امروز دچار تفرقه شده و یک بحث دیگه هست، اما راهکارهایی که در اسلام مد نظر قرار گرفته راهکارهای ارگانیک هست. یعنی جامعه را مثل یک اندام در نظر گرفته، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنتی دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن. ببینید این برخواسته از متون دینی هست. یعنی اگر سعدی، اگر حافظ، اگر مولانا، اگر سنایی، اگر جامی، هر کسی
شعر سروده و یک پیام انسانی را منتقل کرده که در دنیای امروز طرفدار داره. یعنی اشعار مولانا تنها در کشورهای اسلامی نیست، در کشورهای غربی طرفدار داره، جاذبه داره، به زبانهای زنده دنیا ترجمه شده. به خاطر همین قدرت معنایی هست و پیام انسانی هست و این در متون دینی ما وجود داره. اینا الهام گرفته از متون دینی ما به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک عارف، به عنوان یک شاعر، به عنوان یک ادیب، به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک حکیم. به این دلیل است که خوشبختانه این روح همبستگی باعث میشه که همیشه در برابر مداخلات این ملت ها متحد شود. افغانستان چطور بر بریتانیا در 3 تا جنگ پیروز شد؟ چطور بر اتحاد جماهیر شوروی که نصف بلوک را در اختیار خود داشت، بلوک شرق، پیروز شد؟ چطور بر آمریکا و ناتو پیروز شد؟ به خاطر همین همبستگی دینی و ملی هست و جوهری هست که در ساختار اجتماعی ما وجود داره و این بزرگترین قدرت است که حتی تکنولوژی در برابر از او کم میاره. اگر یک ملت متحد باشه، منسجم باشه، اتحاد ارگانیک داشته باشه، بر سر ارزش های خود استاد شود، هیچ قدرت توان مقابله با او نداره. نمونهش ملت ما هست که در هر آزمون در برابر هر اشغالگر پیروز شده، بر تمام فناوری و آخرین فناوری دنیای مدرن پیروز شده. این به خاطر اونمو روح و پیامی در واقع ساختاری و جوهری هست که از اسلام الهام میگیره که یک انسان خود را، خانواده خود را، فرزند خود را، همه چیز خود را قربانی دین خود و آموزه های دینی خود میسازه. این در هیچ قدرت مادی دنیای امروز وجود نداره، در هیچ مکتبی وجود نداره. ایثار، فداکاری، شهادت، اینا افتخار است برای یک مسلمان. به او دلیل است که در تمام وجوه ما میتونیم در دنیای امروز توان رقابت داشته باشیم. فقط این منوطی به است که ما روح اصیل اسلام را درک بکنیم، ارزش های دینی را درست درک بکنیم. خوشبختانه در دوره امارت اسلامی در همین روزهای اخیر بحث ربا و معضل ربوی که در نظام اقتصادی دنیای امروز وجود داره به صورت کارشناسانه مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته و ما میخواهیم که نظام اقتصادی ما یک نظام سوچه و خالص بدون ربا باشه، که ما در این حوزه ها گام های خوبی را برداشتیم. البته هنوز شاید کار بیشتر نیاز باشه چون بحث پیچیده‌ای هست، بحث بسیار در واقع دقیق هست، اما این گام ها برداشته شده و امیدوار هستم که به زودی ما بتونیم به او هدف مد نظر خود که طراحی و مهندسی شده در نظام اسلامی دست پیدا بکنیم. بالای ای از بین بردن نظام ربا در سیستم های اقتصادی انشالله صحبت های دیگه هم از شما می داشته باشیم. حالا ایره میخوام از شما بشنوم که چرا طبقه سیکولر همیشه از موجودیت نظام اسلامی منکر است و انکار میکنه و میگه که نظام اقتصادی در اسلام وجود نداره؟ و خاطر روحیه غربگرایی، غربگدایی و غرب زدگی که وجود داره. یکی از اهداف قدرت‌های استعماری وقتی بود که در کشورهای اسلامی بتونه یک طبقه را پرورش بده که اینا از نظر فکری و ارزشی وابسته به غرب باشه و این تنها در افغانستان نبود. یعنی در دوره‌ای که افغانستان با مدرنیته مواجه شد، مثل کشورهای دیگه، مثل ایران، مثل ترکیه، در واقع یک فرایندی در افغانستان شکل گرفت که یک نوع گسست و انقطاع تاریخی و هویتی بود در افغانستان و امی عامل بحران در افغانستان شد. ببینید بحرانی که در دوره چپ در افغانستان شکل گرفت سرآغاز بحران‌های اجتماعی و سیاسی و حتی ژئوپلیتیکی در افغانستان شد و افغانستان از او زمان تا امروز با او ثبات مد نظر خود دست پیدا نکرد. به او دلیل است که دوره امارت اسلامی یک دوره خاص هست که تلاش صورت میگیره این انقطاع تاریخی دیگه شکل نگیره. یعنی افغانستان این مسیر را که شروع کرده به فرجام برسانه. به او دلیل که قدرت‌های اوروز، چه قدرت شرق و چه قدرت غرب، تلاش کردند که فرهنگ غربگرایی را در درون کشورهای اسلامی نهادینه بسازه و در افغانستان هم یک مجموعه ولو اندک شکل گرفت. به او دلیل است که این در واقع جزئی از پلان‌های استراتژیک قدرت‌های غربی بود که به خاطر نفوذ سیاسی خود و به خاطر نفوذ فرهنگی خود و در نهایت سلطه همه جانبه خود بر ساختارهای
سیاسی کشورها تلاش کرد که این طبقه را حمایت بکنه، تغذیه بکنه از نظر فکری، ولی خوشبختانه این همیشه به حاشیه تحولات بود. یعنی در بسترهای اجتماعی مردم افغانستان قوی و تنومند نشد و تاثیرگذاری هم نداشت و نداره. در حال حاضر من نام نمیبرم افرادی که پیام‌آور سکولاریسم در افغانستان هستند حتی بر خانواده خود نفوذ نداره. اینقدر اینا تجرید شده و منزوی هست و در متن تحولات اجتماعی افغانستان قرار نداره. این اسلامگراها هستند که میتونه بسیج اجتماعی و نهضت اجتماعی را باز تولید بکنه، مردم را با یک پیام خود به صحنه بیاره. اما سکولارها این نقش نداره، به خاطر که با ارزش‌های تاریخی مردم ناسازگار هستند، با ساب دهنده واقعیت‌های اجتماعی افغانستان نیستند و یک تاپه دیگه هم به اونا همیشه منسوب میشه و برچسب داده میشه که در واقع وابستگی به بیگانگان هست و ملت ما یک ملت بیگانه ستیز است، یک ملت هست که برای پاسداری از ارزش‌های تاریخی و هویتی و ملی خود حاضر از خود قربانی بکنه. بنابراین با توجه به این متغیرها سکولارها در جامعه افغانستان نقش تاثیرگذار را تحت هیچ شرایطی نمیتونه ایفا بکنه. بله، باز علت هراس غرب از حاکمیت نظام اقتصادی اسلامی چیست؟ اصولا اسلام یک رقیب جدی هست برای غرب که امروزه گفتمان مسلط بر دنیا میخواد خود را نشان بده. خب البته تاثیرگذاری هم داره، ما منکر از اون نیستیم. حتی در شمار از کشورهای اسلامی غربی ها نفوذ داره، نفوذ فرهنگی داره، نفوذ سیاسیش که مشخص است. اما متفکران بزرگ غرب مثل فوکویاما آمد یک نظریه را مطرح کرد تحت عنوان نظریه پایان تاریخ. در اون نظریه پایان تاریخ تمدن غرب تمدن برتر ارزیابی کرد، لیبرال دموکراسی غرب بهترین ساختار سیاسی معرفی کرد برای جهان. یا کسی به نام ساموئل هانتینگتون نظر پرداز سیاست خارجی آمریکا و آمد نظریه برخورد تمدن‌ها یا ستیز تمدن‌ها یا جنگ تمدن‌ها را در واقع طرح بندی کرد. اینا همه به این خاطر بود که در واقع غربی ها اسلام را یک رقیب جدی برای خود میدانه و در او تصریح میکنه. هانتینگتون تصریح میکنه که دو تا تمدن اسلام و تمدن کنفوسیوس میتونه رقیب جدی برای تمدن غرب باشه، تمدن غرب به چالش بکشه. و امروز ما مشاهده میکنیم که چین در حوزه سیاسی و ژئوپلیتیکی داره آمریکا را به چالش میکشه و مشق هژمونگرایی جهانی میکنه و در واقع روند چند جانبه‌گرایی و چند قطبی رو بر دنیا حاکم میسازه و در بسیار از معادلات و فناوری ها و تکنولوژی ها از آمریکا سبقت میگیره و پیشی میگیره. همینطور اسلام با عنوان رقیب جدی هم قدرت معنایی و گفتمانی داره و هم از نظر هماوردی میدانی و نظامی میتونه غرب به چالش بکشه. به او دلیل است که بحثی که غربی ها مطرح میکنه تروریسم و عمدتاً این به کشورهای اسلامی نسبت میده، ناشی از امون نگرانی و هراس بنیادین هست که غربی ها داره. یعنی احساس میکنه که چون اسلام قدرتی داره که ادیان دیگه از او بی بهره هست. مثلا ما در مبارزه چی به شهادت برسیم هم پیروز هستیم، چون منطق ما است ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. کسی که در راه خدا به شهادت میرسه او نمیمیره، او زنده هست، او متنعم به انواع نعمت ها هست. این باور ماست و اگر پیروز شویم که غازی هستیم. ببینید اما منطق قرآن احدى الحسنیین میگه. بنابراین وقتی ما چنین باوری داشته باشیم شکست نمیخوریم. به همون دلیل که من پیشتر اشاره کردم که در جهادی که شکل میگیره از یک خانواده حتی 10 نفر هم به شهادت رسیده، ولی بازم افتخار میکنه که ما در راه اسلام جان خود را فدا کردیم و باز حاضر هستیم که فدا بکنیم مال خود، جان خود را به انفسهم یا به اموالهم که ما در متون دینی داریم که جهاد با نفس، با مال، با زبان. خب اینا انگیزه ایجاد میکنه برای مسلمان ها. به اون دلیلی که غربی ها اخیراً مطالعاتی که انجام دادن درک کرده که او انگیزه هایی که در دین اسلام وجود داره، او انگاره هایی که در متون دینی ما وجود داره در ادیان دیگه وجود نداره و این روحیه مقاومت ایجاد میکنه.
انگیزه ایجاد میکنه. به او دلیل است که چون اسلام را یک رقیب جدی برای خود میدانه، او حراس بنیادینی که شما مطرح کردید از مسلمان ها و از دین مقدس اسلام دارن. بالکل. با تشریح و تطبیق نظام اقتصادی اسلام در جوامع مختلف، آیا دیگه جایی برای نظام‌های اقتصادی غیر اسلامی باقی خواهد ماند و یا دیگه ملت‌های غرب حاضر خواهند بود که این نظام‌ها را بالای خود تطبیق کنند و بپذیرند؟ بدون شک این چالش بسیار جدی و ذهنی ایجاد میکنه، اما من فکر میکنم که مسلمانان نیازمند این هستند که کارهای بیشتر را در این حوزه مطمع نظر قرار بدن. پژوهش‌های عمیق و پردامنه باید شکل بگیره. مراکز علمی و تحقیقاتی باید در این راستا شکل بگیره که خوشبختانه در دوره امارت اسلامی در حال حاضر مشاهده میشه که این مراکز مورد حمایت نظام قرار داره. ما جای کار زیاد داریم به خاطر از اینکه در دنیای امروزی که فناوری نقش مهم را ایفا میکنه، غربی ها تانستن یک سری معادلات تحت تاثیر خود قرار بده و مسلمان ها با تاسف باید بگوییم که بیشتر مصرف کننده بوده، وارداتی بوده. بنابراین همونطور که در حوزه اقتصادی ما نیازمند حمایت از رشد تولیدات داخلی هستیم، حمایت از یک نهضت ملی هستیم، در حوزه علمی از جمله مباحث اقتصادی ما نیازمند این هستیم که مراکز مختلف تحقیقاتی شکل بگیره. من باور دارم که در هر ولایت افغانستان باید یک مرکز تحقیقاتی جدی از نخبگان افغانستان، از متفکران افغانستان، از استادان پوهنتون افغانستان شکل بگیره، تأسیس شود و در واقع مباحث مهم و راهبردی و اساسی را مثل این ابحاثی که شما مطرح کردین ایرا مورد تحقیق قرار بدن و این تحقیقات خود در اختیار نظام قرار بده تا اینکه در ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ما از استفاده بکنیم. و خوشبختانه مراکز علمی ما از جمله وزارت محترم تحصیلات عالی تلاششان معطوف به این است که این مراکز حمایت شود، مراکز تحقیقاتی در کنار مراکز آموزشی و همینطور سطح پوهنتون‌های ما ارتقا پیدا بکنه. یعنی در دوره ماستری و دکترا در داخل کشور ظرفیت ما باید ارتقا پیدا بکنه که یک گام بسیار مهم است. بنابراین امیدواری ما است که در این عرصه ها ما طی سالهای آینده انشالله بتونیم گام های جدی را برداریم که پاسخی باشه به اون سوالی که شما مطرح کردین. سلامت باشین. من حیث سوال اخیر در این بخش میخوایم بپرسم که نظام اقتصادی که تصمیم داشته باشه که فقط یک قشر خاصی را به قولام چاق و فربه کنه و به بقیه اقشار جامعه توجهی نداشته باشه، آیا چنین نظامی اهلیت تطبیق را داشته میتونه؟ ببینید اصولا منطقی که در نظام اقتصادی غرب وجود داره مبتنی بر منطق نظام سرمایه‌داری است و سرمایه‌داری از نامش پیداست که سرمایه مطلوب است نه عدالت. به همون دلیله که در ایالات متحده آمریکا، در کشورهای مهم اروپایی ما مشاهده میکنیم که انسان‌های وجود داره که شبها در خیابان و در سرک میخوابه. این در حالی است که وضعیت اقتصادی از اونا در مجموع ارتقا پیدا کرده. چرا؟ چون اونمو گسست و شکاف و فاصله طبقاتی وجود داره. یعنی در اون نظام اقتصادی عدالت مطمع نظر قرار نداره که در نظام اقتصادی اسلام عدالت مهم است. در نظام اقتصادی اسلام نباید یک گرسنه باقی بمانه و نباید یک گرسنه وجود داشته باشه. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. یعنی ما پیام صریح دینی داریم که اگر یک مسلمانی فریاد بکشه ما پول نداریم، نان نداریم، گرسنه هستیم، یا از نظر سیاسی بر ما ظلم و ستم صورت میگیره، یک صدای خود را بکشه، یک فریاد بکنه و مسلمان صدای او رو بشنوه و پاسخ نگویه، لبیک نگویه، مسلمان نیست. ایست که همبستگی ایجاد میکنه، همبستگی ارگانیک ایجاد میکنه که اگر یک همسایه ما گرسنه است و ما متوجه شویم به او کمک نکنیم، از نظر منطق اسلامی مسلمان بودن ما با چالش روبرو میشه. اینجاست که حس تکلیف ایجاد میشه. یعنی ما هم موظف به نتیجه هستیم و هم موظف به تکلیف هستیم که یک سری مکلفیت ها همیشه باید در ذهن ما وجود داشته باشه.
مأمور به وظیفه هستیم. به عبارت دیگه وظیفه انسانی و اسلامی خود باید انجام بدیم. وقتی که چنین نگرشی وجود داشته باشه به عنوان یک شیفت پارادایم در نظام اقتصادی اسلام، بسیار طبیعی هست که میتونه برتری خود را بر سایر نظام‌های اقتصادی به اثبات برسانه. و اینجاست که عدالت اونطور که در نظام اسلامی برش تاکید صورت گرفته در هیچ نظام مورد توجه و دقت نظر قرار نگرفته و این بزرگترین راهیافت هست که میتونه برتری نظام اقتصادی اسلام را مورد توجه و دقت نظر قرار بده. بله جناب نظری صاحب، بریم به طرف بخش دیگری از سوالات که رسالت و اهمیت رسانه ها در عصر حاضر است. و سوالم قسمی مطرح میشه که در عصر کنونی رسانه ها در شکل دهی افکار عمومی چقدر نقش دارند؟ رسانه در واقع سنگر است. بله. یعنی ما باید سنگر خود را حفظ بکنیم، سنگر استقلال، سنگر آزادی، سنگر دفاع از ارزش‌های تاریخی، هویتی، دینی و ملی. ما با رسانه میتونیم اتحاد ملی خود تقویت بکنیم، وحدت ملی خود حفظ بکنیم. به همین دلیل که دشمن سر رسانه ها سرمایه گذاری میکنه. رسانه های معاند و مغرض، من نام نمیبرم، که در بیرون از مرزهای افغانستان فعالیت میکنه، هدفشان نیست که نظام سیاسی ما، نظام اقتصادی ما دچار فروپاشی شود، وحدت ملی ما تضعیف شود. با بهانه‌های مختلف تلاش میکنه. این به خاطر اهمیتش رسانه هست. اونا درک کرده که چون رسانه بر افکار عمومی تاثیرگذاری داره، بیاییم ما وقتی در جنگ نظامی نمیتونیم، از طریق جنگ نرم و جنگ رسانه‌ای افکار عمومی را تحت تاثیر خود قرار بدیم. رسانه ها در دنیای امروز در کنار اندیشکده ها قرار داره. در سیاست گذاری و تصمیم سازی و تصمیم گیری و پلان گذاری میتونه نقش داشته باشه. بر مسئولان میتونه تاثیر بگذاره، بر افکار عمومی میتونه تاثیر بگذاره و حتی نظام محاسباتی رو میخواد تحت تاثیر خود قرار بده. نظام بینشی و فکری مردم رو میخواد تحت تاثیر خود قرار بده. به او دلیل است که رسانه فوق العاده میتونه حائز اهمیت باشه و امیدوار هستم که رسانه های افغانستان هم در کنار مدافعان راستین افغانستان همیشه قرار داشته باشه و از منافع ملی کشور دفاع بکنه و به دشمنان مردم افغانستان اجازه داده نشود که وحدت ملی ما را تضعیف بکنه، تفرقه را بین مردم ما ایجاد بکنه و در جنگ نرم خدای نخواسته پیروز شود. ما باید همه در جنگ نرم از منافع ملی کشور خود حمایت بکنیم، پاسداری بکنیم، صیانت بکنیم و دشمنان خود را مایوس و ناکام بسازیم. قسمی که در صحبت‌هایی که تا این دم داشتیم و شما گاهن از تأثیرات فکری و فرهنگی غرب بالای جوامع مسلمان در کل بالای جوامع دیگر یاد کردین، پس میشه گفته میتونیم که بخش بزرگی از این تأثیرپذیری از طریق همین کار رسانه‌ای غرب بوده. غرب یک نظریه داره تحت عنوان امپراتوری رسانه‌ای و از طریق همین امپراتوری رسانه‌ای استحاله فرهنگی ایجاد میکنه، تهاجم فرهنگی و فکری خود دنبال میکنه و فروپاشی از درون را در کشورهای مختلف ساماندهی میکنه. به او دلیل است که مقاومت در برابر این دسیسه و توطئه هم باید قوی و تنومند باشه و مهمترین ابزار در حال حاضر در غرب رسانه نیست. یعنی رسانه از نظر غرب ابزار نیست، خودش استراتژی هست، خودش راهبرد است، خودش هدف است. تا اونجا اهمیت پیدا کرده. به او دلیل است که در کنار قدرت نظامی قدرت رسانه‌ای خود تقویت میکنه غربی ها. یعنی جنگ امروز تنها جنگ زمینی، جنگ هوایی و جنگ دریایی نیست، بلکه جنگ سایبری، جنگ نرم، جنگ هوشمند، جنگ شناختی، جنگ ترکیبی، همه در قالب رسانه ها دنبال میشه. مثلا در جنگ شناختی غربی ها تلاش میکنه قوه شناختی و ادراک انسان ها را در جامعه تحت تاثیر قرار بده، مهندسی بکنه، جایگاه جلاد و مظلوم را جابجا بکنه، تغییر بده و تلاش میکنه که یک قضیه، یک واقعه را کاملا معکوس بکنه.
یک تبیین و یک تشریح وارونه و انحرافی از او در افکار عمومی جلوه بده. رسانه هست که راست و دروغ جابجا میکنه. با اخبار کذب ما شب و روز روبرو هستیم. یعنی خبرهای، حتی خوب ما یادآوری بکنم درباره شخص ما خبر منتشر شده که مطلق کذب بوده. یعنی وقتی که برای ما او خبر فرستاده، دوستان ما سعی کردم که یعنی اصلا خبر جعل شده، در واقع هیچ چنین چیزی وجود نداشته، گفته چنین اتفاقی افتاد. به این خاطر که مثلا میخواست از او طریق افکار عمومی را تحریک بکنه، تهییج بکنه، مثلا یک قشری از جامعه را در واقع از نظر قومی، از نظر مذهبی تحریک بکنه. یعنی در دنیای امروز خبر ساخته میشه، خبر تحریف میشه، تبیین وارونه ازش صورت میگیره. اینا را کی میکنه؟ همه رسانه میکنه. به او دلیل است که ما نیازمند ای هستیم که رسانه‌های بسیار قوی، متحد و مبتنی بر منافع ملی داشته باشیم، رسانه‌های خود را حمایت بکنیم. من همیشه با کلانام که هستم تاکید میکنم ما رسانه‌های خود باید حمایت بکنیم و مردم ما به جای ای که خدای نخواسته خبر را از فلان رسانه معاند و مغرضی که در بیرون مرزها است از او بگیره، از رسانه‌های داخلی ما بگیره، چون اینا منافع ملی برشان مهم است. اگر از ما انتقادم بکنه، انتقاد دلسوزانه میکنه. بله. به او دلیل است که نقش رسانه را هرچی ما برجسته بسازیم باز هم کم است و رسانه میتونه چشم ما، زبان ما و مغز ما باشه، مغز متفکر. به او دلیل است که در مهندسی افکار عمومی، در جهت‌دهی افکار عمومی رسانه میتونه نقش بسیار مهم داشته باشه. من نام نمیبرم، در تحولات اخیر که شکل گرفت رسانه های ما در کنار مدافعان وطن از منافع ملی ما حمایت کردند، واقعیت ها را به مردم ما بازگو کردند و این یک سپر دفاعی بود برای دفاع از منافع ملی کشور ما. چند سوال متفاوت، البته شاید پراکنده به نظر برسه، از شما میپرسم در مورد فعالیت های رسمی شما و همچنان دیدگاه های شما را در بعضی از موارد خاص. اول فعالیت های رسمی تان میپرسیم. چگونه وارد ساختار امارت اسلامی افغانستان شدید؟ بزرگان امارت اسلامی تصمیم گرفتن که همکار باشیم. به صورت مشخص وزیر محترم اقتصاد که در حال حاضر هم وزیر اقتصاد کشور هستند و ما تماس گرفتن از طریق واتساپ که با ما همکاری بکنید در این عرصه. و ما قبل از او ارتباط نداشتیم. فقط یک بار جناب وزیر صاحب اقتصاد ما در یک سمیناری که بود در قالب یک هیئت که در قطر بود، در ارتباط با صلح بود، اونجا دیده بودیم و یک آشنایی مختصر بود. وقتی که امارت اسلامی به قدرت رسید و کشور فتح شد، باز من در افغانستان هم نبودم، به خاطر یک سمینار به بیرون از کشور بودم. باز اینا تماس گرفتن که شما بیاین همراه ما همکاری بکنید. لذا بود که ما با توجه به امو روحیه‌ای که داشتم که انشالله قبول شه و روحیه خدمت به وطن، دیگه به این فکر نبودم که کشور ترک بگویم. امیدوار هستم اونایی که ترکم کردن دوباره به وطن برگردن و همه ما بتونیم برای کشور خود کار بکنیم و خدمت بکنیم. در واقع سرنوشت ما برای قرار گرفتن در کنار امارت اسلامی از اینجا آغاز شد و آنچه که من به صورت خلاصه خدمت شما بیان کردم. بسیار عالی. قبل از معینیت در وزارت اقتصاد مصروف کدام فعالیت هایی بودین؟ بیشتر فعالیت های علمی داشتم من. البته این فعالیت های علمی خوشبختانه فعلا هم وجود داره. من با وجود مسئولیت ها که میتونم بگویم زیادم هست، ما یا شخص من تلاش کردم که پیوند خود را با محافل علمی همچنان حفظ بکنم و با پوهنتون‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی همچنان ارتباطی گسترده دارم. با جوانها در مراکز آموزشی که وجود داره ارتباط ما خوشبختانه قوی هست. شاید هیچ جمعه یا پنجشنبه نباشه، یعنی بعد از اینکه ما از کار اداری خلاص میشیم که ما جلسه با جوانان نداشته باشیم. اجتماعات کلان هست، همایش‌های، سمینارهای در مسائل مختلف و تلاش کردم که پیوند همچنان پا بر جا بمانه و قبل از امارت اسلامی هم
در واقع کار اصلی من کارهای علمی و آموزشی بود، در خدمت نسل جوان کشور و مردم خود در پانتون‌ها بود. نظری صاحب اگر بخوایم یک راز بفهمیم، شما من حیث یک شخصیت علمی و اکادمیک، قسمی که خودتان گفتین، در سیاست گذاری اقتصادی چقدر تا حالا نقش داشتید؟ شما میدانید که وزارت اقتصاد یک وزارت پالیسی ساز هست به تعبیر ما و شما، و در عرصه سیاست گذاری و پلان گذاری نقش مهم داره. یعنی قبلا هم نام وزارت اقتصاد نام وزارت پلان بوده. بله. و امیر روی کرد در حال حاضر هم در وزارت اقتصاد حفظ شده. بنابراین در حوزه سیاست گذاری وزارت اقتصاد خوشبختانه نقش مهم داره. پلان جامعه 5 ساله اقتصادی توسط وزارت اقتصاد و همکاری سایر ارگان‌های زیربط تدوین و طراحی شد و در حال حاضر هم پلان 5 ساله بعدی در دستور کار ما قرار داره. از این منظر ما میتونیم نقش وزارت اقتصاد را مهم ارزیابی بکنیم و قطعا در وزارت اقتصاد ما هم نقش دارم. بسیار عالی. اما قسمی که میخواستیم جواب نگفتین جناب صاحب. حالا جناب نظری صاحب، دیدگاه شما را در موارد مختلف مشنویم. تعریف شما از وحدت اسلامی چیست؟ اولا وحدت اسلامی یک نیاز برای دنیای اسلام است در حال حاضر. شاید یک موضوعی که من بسیار رنج میبرم همین مسئله باشه، یعنی فقدان وحدت اسلامی به مفهوم جامع در جهان اسلام. متاسف باید بگوییم که کشورهای اسلامی از یک تشتت هنوزم رنج میبره و این یک رنج هست که شاید خیلی از انسانهای دردمند در دنیای اسلام بکشه اوره. ما در امی روزهای اخیرم چند تا سمینار بود در ارتباط با وحدت امت اسلامی صحبت کردم. وحدت اسلامی در واقع تاکید بر مشترکات هست، مشترکاتی که در دنیای اسلام وجود داره. چون هر کشوری از نظر ساختار اجتماعی ممکنه یک رویه خاص خود داشته باشه، بافت فرهنگی هر کشور متفاوت ممکنه باشه از کشور دیگه، اما ما در یک چیز مشترک هستیم، باورهای دینی ما، مشترکات دینی. وحدت اسلامی در واقع میتونه تاکید بکنه روی مشترکات، به خاطر که تفاوت ما نمیتونیم از میان برداریم. یعنی تفاوت دیدگاه، تفاوت نظریه، تفاوت سلیقه، تفاوت فرهنگی وجود داره. بین افغانستان و کشورهای عربی تفاوت وجود داره، بین ما و پاکستان تفاوت فرهنگی وجود داره، بین ما و ایران تفاوت فرهنگی وجود داره، بین ما و کشورهای آسیای میانه تفاوت فرهنگی وجود داره. یک نکته هست که در گذر زمان شکل گرفته، اما ما در یک چیز با همه کشورها مشترک هستیم و او ارزش‌های دینی، اعتقادات. بنابراین تأکید بر این مشترکات میشه اما بزنگاه و لنگرگاه وحدت اسلامی. آنچه که ارزش‌های اسلامی به عنوان نقطه مرکزی و دال ارشد گفتمان شرعی مورد توجه قرار بگیره، موضوع به وحدت اسلامی تعبیر و تفسیر میکنیم. بله. سوال دیگر این است جناب نظری صاحب که مسلمانان چقدر به امت اسلامی ضرورت دارند؟ مهمترین ضرورت و نیاز کشورهای اسلامی وحدت هست. اگر کشورهای اسلامی وحدت بکند، نه قضیه فلسطین اتفاق میفته، نه قضیه غزه اتفاق میفته و نه مسلمان ها میتونن دچار یک رخوت و سستی باشه. برعکس وحدت امت اسلامی باعث میشه که وزن ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی تقویت شود و جهان اسلام در نظام بین الملل کنونی نقش مهم و پررنگ و برجسته و برازنده ایفا بکنه. در تصمیم گیری های جهانی دنیای اسلام با تأسف امروزه نقش نداره. اعضای دائم شورای امنیت تصمیم میگیره برای صلح و امنیت بین المللی، تصمیم میگیره برای مداخله در یک کشور، تصمیم میگیره حتی برای تجاوز بر یک کشور،
تحت عنوان مداخله بشردوستانه و دنیای اسلام در این تصمیم گیری ها با تأسف نقش نداره. ما زمانی میتونیم نقش ایفا بکنیم در مراکز حساس بین المللی که وحدت داشته باشیم. پس وحدت امت اسلامی میتونه سرآغاز پیشرفت کشورهای اسلامی در عرصه بین المللی باشه. جناب نظری صاحب، به نظر شما امت اسلامی چقدر به وحدت نیاز داره؟ نیاز دنیای امروز در درون جهان اسلام وحدت امت اسلامی هست و هیچ مقوله بالاتر و مهمتر و پرسودتر از وحدت امت اسلامی نیست برای کشورهای اسلامی. کشورهای اسلامی اگر بخواد وزن ژئوپلیتیک داشته باشه در نظام بین الملل، باید به طرف همگرایی و وحدت حرکت بکنه. و در دنیایی که ما زندگی میکنیم با تأسف باید بگویم که جهان اسلام در نظام بین الملل در تصمیم گیری ها نقش چندانی نداره. در شورای امنیت سازمان ملل متحد نقش جهان اسلام فوق العاده ضعیف هست. زمانی ما میتونیم تاثیرگذاری داشته باشیم که متحد باشیم و همدلی را مورد توجه و دقت نظر قرار بدیم. خوب است که من از طریق رسانه شما یادآوری بکنم ما حتی میتونیم پول واحد داشته باشیم. مثل اتحادیه اروپا از اتحادیه زغالسنگ شروع کرد و به پول واحد رسید. مرزها کمرنگ شد. ویزا در درون از اونا معنا نداره. با وجود تاکیداتی که در دین مبین اسلام بر برادری، بر اتحاد، بر یک رنگی صورت گرفته، اگر امروز ما فاقد وحدت امت اسلامی هستیم، یک نقیصه بسیار جدی است. امیدوار هستم که سران کشورهای اسلامی به خود بیایند و ما بتونیم پول واحد داشته باشیم، ما بتونیم ارتش واحد مشترک اسلامی داشته باشیم. ناتو امروزه برای کشورهای غربی یک ارتش مشترک است. چرا ما نتونیم داشته باشیم؟ و همینطور ما مراکزی داشته باشیم که برای وحدت دنیای اسلام کار بکنه و بیانیه مشترک دنیای اسلام را نسبت به تحولات منطقه و جهان صادر بکنه و افکار عمومی جهانی را تحت تاثیر خود قرار بده. مثلا در ارتباط با موضوع فلسطین ما میتونیم دیدگاه واحد داشته باشیم، دیدگاه قوی داشته باشیم که از تجاوزگری و اشغال جلوگیری بکنیم و پژواکی صداها میتونه جامعه جهانی را تحت تاثیر خود قرار بده. باز ما تاکید میکنم که اینجا هست که باز نقش رسانه ها برجسته میشه. ما یک رسانه مشترک اسلامی میتونیم داشته باشیم که منافع اولیای جهان اسلام را بازتاب بده و از تفرقه در درون دنیای اسلام جلوگیری بکنه. و او دلیله که هرچی تاکید بکنیم روی وحدت امت اسلامی بازم کم گفتیم. باید مراکز علمی، تحقیقاتی، پژوهشی در جهان اسلام شکل بگیره که در واقع توطئه ها و دسیسه هایی را که متوجه جهان اسلام خنثی بسازد و هر قدمی که در این ارتباط برداشته شود یک قدم مبارک است و خوشبختانه در افغانستان این نگاه یک نگاه غالب است و روز به روز ما میبینیم که این نگاه تقویت میشه، همونطور که مردم افغانستان با هم متحد و یک پارچه و یک رنگ و همدل هستند. در ارتباط با تحولات دنیای اسلام هم این روحیه وحدت بخش در مردم ما مشاهده پذیر است و این یک نقطه بسیار مهم و اساسی میتونه باشه. جناب نظری صاحب، به نظر شما کدام عوامل روی وحدت مسلمان ها و خصوصا وحدت ما ملت افغان تاثیرگذار است که ما لازم است بالای ما کار کنیم به صورت فردی و به صورت اجتماعی و عمومی که این وحدت بیشتر و بهتر اتفاق بیفته و ما منسجم شویم؟ خوشبختانه ملت ما در طول تاریخ علیرغم تفاوت‌هایی که وجود داشته، تنوع و تکثری که وجود داشته، در دفاع از منافع ملی و در مقابله با بیگانگان همیشه متحد بوده و همین مسئله باعث شده که امروزه عده‌ای که پیاده نظام دشمن هستن تلاش میکنه که تفرقه را بین مردم افغانستان ترویج بکنه و
تکثیر بکنه و توسعه ببخشه، چون میدانه که وحدت میان مردم افغانستان همیشه یک سپر مطمئن برای پاسداری از ارزش‌های تاریخی و هویتی مردم افغانستان بوده و دشمن هم روی ازی بسیار سرمایه گذاری میکنه که این وحدت را بشکنه و دچار گسست بکنه، این پیوست را به هم بزنه. اما بصیرت سیاسی که در مردم افغانستان وجود داره تا حال را این توطئه و دسیسه را ناکام کرده. بنابراین به هر میزانی که ما بر عدالت تاکید بکنیم، به هر میزانی که ما در مسائل ملی تلاش بکنیم که با عنوان یک محور تبارز پیدا بکنیم، به همون میزان ما میتونیم دسیسه دشمن را ناکام بسازیم. و در بزنگاه ها مثلا اگر یک کشوری بخواد بر افغانستان تهاجم بکنه، ما از این ظرفیت میتونیم در راستای تقویت وحدت ملی خود استفاده بکنیم. مثل که در 3 تجاوز این ما مشاهده کردیم. وقتی که بریتانیا بر افغانستان تجاوز کرد، تمام مردم افغانستان در برابر از او قرار گرفت. وقتی که اتحاد جماهیر شوروی تجاوز کرد، وقتی که آمریکا و ناتو کشور ما را اشغال کرد، این اتحاد ما را به پیروزی رساند. بنابراین در این طور یک شرایط ما میتونیم بسترهای را ایجاد بکنیم که وحدت ملی ما تقویت شود. در کنار از او همچنان من تاکید میکنم بحث عدالت مهم هست و همیشه در بزنگاه ها مردم ما را بسیج کرده و توسعه متوازن که پیشتر من مطرح کردم که یکی از سیاست ها و ابتکارات امارت اسلامی است، میتونه اتحاد ما را تقویت بکنه. تاکید روی مؤلفه های ملی میتونه ما را قوی بسازه. تاکید بر ارزش های مشترک اسلامی میتونه ملت ما را بیش از هر زمان تقویت بکنه و متحد و منسجم بسازه. به این دلیل است که امارت اسلامی وقتی تاکید میکنه روی ارزش های اسلامی، روی توسعه متوازن، با توجه به درسی است که از گذشته ما آموختیم. یعنی تجربیات تاریخ تحولات سیاسی معاصر ما نشان میده که ما در بزنگاه ها همیشه یک رنگ تبارز کردیم و همین یک رنگی و یک پارچگی عامل پیروزی ما بود و عامل شکست دشمن بود. به همین دلیل که دشمن هم روی زمین سرمایه گذاری میکنه که این اتحاد را با بهانه های واهی، مسائل قومی و زبانی و مذهبی در هم بشکنه و از این طریق بتونه گسست میان مردم شریف افغانستان ایجاد بکنه. و من حیث سوال اخیر در این بخش، ای که دلیل شکست و انحطاط امت اسلامی در چی بوده؟ تفرقه، سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن در دوره امپراتوری بریتانیا شکل گرفت و مرزهای مصنوعی میان امت اسلامی به وجود آمد. بعد از فروپاشی خلافت عثمانی در قرارداد سایس-پیکو کشورهای مختلف متولد شد با مرزهای منازعه برانگیز که هنوز هم اون منازعات وجود داره. یعنی شما بین هر کشور اسلامی که نگاه بکنید در مسائل مرزی مشکل وجود داره. این مرزهای استعماری بود، مرزهای ساختگی بود، مصنوعی بود که بعد از فروپاشی خلافت عثمانی تحمیل شد بر دنیای اسلام و به تدریج تلاش کرد که از نظر سیاسی هم این کشورها را وابسته به خود بسازه. به او دلیل است که امروزه من میتونم با قاطعیت ادعا بکنم که یکی از دستاوردهای مهم کشور ما استقلال در سیاست خارجی است که ما وابسته به هیچ کشور نیستیم. بر اساس منافع ملی، بر اساس همزیستی اسلامی و بر اساس قواعد بین المللی تصمیم گیری و تصمیم سازی داریم. تحت تاثیر هیچ کشور هم نیستیم. به این دلیل است که کشورهای اسلامی به هر میزانی که در سیاست خود و خصوص سیاست خارجی خود مستقل شود، تحت تاثیر قدرت‌های خارجی نباشه، به همون میزان زمینه و بستر برای وحدت و همگرایی فراهم میشه. لذاست که ما در یک شرایط خاص زندگی میکنیم که بیش از هر زمان باید تلاش بکنیم برای وحدت امت اسلامی و این را به عنوان یک گفتمان غالب و مسلط در دنیای اسلام تبدیل بکنیم و این شدنی هست. چرا؟ چون از اون طرف دشمن تفرقه را به عنوان یک گفتمان غالب و مسلط میخواهد در درون کشورهای اسلامی نهادینه بسازه با انواع شگردها و ابزارها و شیوه هایی که اونا داره. رسانه ها یک از او ابزار هست.
شبکه‌های اجتماعی ابزار دیگه است که در دنیای امروز اضافه شده و تاثیرگذاری بسیار مهم داره. لذاست که ما هم باید به این ابزارها توجه بکنیم. من پیشتر تاکید کردم که رسانه را ما ابزار تا نبینیم، خودش یک راهبرد است. به او دلیل است که همونطور که دشمن روی تفرقه کار میکنه به عنوان یک مشکل در دنیای اسلام، ما باید روی وحدت امت اسلامی کار بکنیم و از این طریق بتانیم او دسیسه ها را ناکام بسازیم. من حیث سوالات اخیر جناب نظری صاحب از شمایی که میخوایم در مورد تحصیلات و مسیر علمی شما کمتر بدانیم. تحصیلات عالیتان را در کجا و چگونه سپری کردین؟ تحصیلات عالی ما در ایران سپری شد در دوره مهاجرت که همه ما و شما مهاجر بودیم، یا به پاکستان یا به ایران یا کشورهای دیگه، و ما از این فرصت مهاجرت با همه سختی هایی که داشت استفاده کردیم و خوشبختانه تانستیم تحصیلات عالی خود را به پایان برسانیم که همون تحصیلات باعث شد که خیلی نکات ما بیاموزیم. ما درک کردم که هیچ جای دنیا وطن نمیشه و هیچ مردم هموطن نمیشه. به او دلیل است که در واقع بعد از دوره امارت اسلامی هم من حتی لحظه فکر نکردم که افغانستان را ترک بگویم و احساس کردم که باید در خدمت مردم خود، در خدمت وطن خود باشیم، در خدمت منافع ملی خود باشیم و یک دین را احساس کردم که اگر من تا دکترا را درس خواندم، این باید تا زنده هستم در وطن خود در خدمت مردم ازش استفاده بکنم. امیدوار هستم، باز من تاکید میکنم که سایر وطندارای ما و شما که به هر دلیل کشور ترک گفته، خصوصا متخصصین، خصوصا نخبگان، و این دین احساس بکنه برای آبادی، برای سازندگی، برای پیشرفت افغانستان، تا فردا هیچ کدام ما مدیون تاریخ خود نباشیم و احساس نکنیم که او دین خود نتونستیم به انجام برسانیم. بسیار عالی. و چطور که به طرف علوم سیاسی و روابط بین الملل روی آوردین و این بخش را انتخاب کردین؟ علاقه داشتم به مسائل سیاسی و به خصوص روابط بین الملل. مطالعاتی که در ارتباط داشتم ازش لذت می بردم. به او دلیل بود که مسائل بین المللی برای من بسیار جذاب بود. تحولاتی که در افغانستان شکل گرفته بود، یک نکته‌ای که من روا داشت که به طرف علوم سیاسی کشیده شوم می بود که وقتی تاریخ تحولات سیاسی معاصر افغانستان من مطالعه کردم، به یک نکته دست پیدا کردم که افغانستان همیشه در معرض تلاقی تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و تجاوزهای خارجی قرار داشته و این باعث شده که هم ما با تهدیدات همیشه روبرو باشیم و هم با فرصت‌ها. غنای فرهنگی که ما امروزه داریم الحمدلله در سطح جهان میتونه برای ما یک فرصت باشه. چند تا مولانای در این دنیا وجود داره و چند تا در واقع مفاخر فلسفی که ما داریم، مثل ابن سینا در این منطقه وجود داره، مثل فارابی و همینطور بسیاری از بزرگان خواجه عبدالله انصاری که فخر بشریت هست ولی در این جغرافیا و در این تمدن شکل گرفته. همونطور که خوشبختانه ما در عرصه نبرد در برابر اشغال و استعمار همیشه پیش کسوت و پیش قراول بودیم و زمانی که ملت‌های منطقه تحت استعمار بود، افغانستان در برابر استعمار مبارزه میکرد و کشور خود آزاد کرد که الهام بخش شد برای همه منطقه. حتی کشورهایی که امروزه جزی 4-5 کشور اول دنیا محسوب میشه از مقاومت ما الهام گرفت و او زمان ما تحت سیطره و قدرت ها بود، اما ما به عنوان یک ملت آزاد هیچگاه تسلیم استعمار نشدیم. چرا؟ چون غنای فرهنگی و تمدنی داشتیم. و یک ملت قوی با یک فرهنگ قوی هیچگاه تسلیم نمیشه و او الهام بخش است. بنابراین اینا باعث شد که من کشیده شوم به این که علوم سیاسی و روابط بین الملل را انتخاب بکنم که مسائل کلان جهانی و منطقی و بین المللی را سرش کار بکنم که بتانم یک نسخه شفابخش را برای مردم خود، برای کشور خود راه بکنم که افغانستان به طرف یک ثبات پایدار حرکت بکنه و این تهدیدات را به فرصت برای خود تبدیل بکنه. مثل که فعلا امارت اسلامی تلاش شمیست که تهدیدات ژئوپلیتیکی به فرصت ژئوپلیتیک برای افغانستان تبدیل شود. افغانستان چهارراه اتصال این منطقه باشه. سیاست اقتصاد محور دقیقاً به همین راستا هست که افغانستان حلقه وصل منطقه، حلقه شگوفایی اقتصادی منطقه باشه. به جایی که جنگ‌های نیابتی در افغانستان دنبال شود، ما افغانستان را چهارراه ترانزیت
چهارراه اقتصادی منطقه، چهارراه تجارتی منطقه تبدیل بکنیم. و قسمی که معلوم هست شما آثار و نوشته هایی هم داشتین در حوزه های مختلف. بیشتر آثار تا نوشته ها و سخنرانی هایی که داشتین در امی حوزه علوم سیاسی بوده یا هم در موارد مختلف دیگری هم شما آثاری داشتین؟ در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل و مسائل خاورمیانه معمولا ما نوشته کردم. در گذشته ها هم علاقمند بودم و در حال حاضر هم مطالعات ما با توجه به همو رشته ما، سخنرانی های ما در همایش ها و سمینارها و کنفرانس هایی که دعوت میشیم معطوفی به همی فرایند هست. البته همه ایشان یک توجهی به افغانستان دارن. مثلا ما در ارتباط با اسلام سیاسی وقتی کار کردم، اسلام سیاسی را در جهان اسلام و بعد در افغانستان به صورت تمرکز مورد توجه خط نظر قرار دادیم. یا بحث مثلا مسائل بین المللی را، اگر ما رقابت قدرت ها را در نظام بین الملل به عنوان یک اثر مورد توجه قرار دادم، با تمرکز بر افغانستان سعی کردم که به پیش بره. تمام کتاب های ما در ارتباط با مسائل سیاسی و بین المللی منتها با تمرکز بر افغانستان است. و جناب استاد شما مدتی را مصروف تدریس هم بودید. میشه خاطرات کوتاهی را البته از دوران تدریس بر ما بگوین و آیا این که استاد مهربانی بودین یا استاد سختگیر؟ من یادم است چند روز پیش بود یا چند هفته پیش بود، یک جلسه در وزارت بود. همونجا من یاد کردم که در مسائل علمی من سختگیر هستم. لذا سختگیر به این معنا نه که آدم ظالمی باشم، خدای نخواسته، اما تلاش میکنم که یک شیوهی شکل بگیره که نظم ایجاد بکنه. مثلا در صنف گاهی هستن یگان آدمی شوخ و ممکن است نظم صنف بخواه به هم بزنه، باز در اون قسمت ما تلاش میکنم که همون نظم حفظ شوه. یعنی آدم سختگیری به معنا که در نمره خیلی سختگیر باشم، وقتی احساس کنم که طرف درس خوانده، زحمت کشیده، ولی همی نقطه‌ایش یادش رفته اما فهمیدم، مطلب فهمیده، باز اونجا همراهشان مراعات میکنم. اما در قسمت نظم در صنف آدم جدی هستم که سعی میکنم اما انضباط و نظم حفظ شود، چون من باور دارم که اصلا یک جامعه وقتی به پیشرفت دست پیدا میکنه که اول نظم درش ایجاد شود. و خوب نقل قول بکنم از یک کسی که مسائلها نظریه زور هم مطالعه کردم، هم تدریس کردم، هم نقد کردم، به نام ساموئل هانتینگتون. او میگه که در کشورهای جهان سوم اول باید نظم ایجاد شود، یعنی یک دولت، یک حکومت مقتدر و قوی شکل بگیره که نظم ایجاد بکنه. نظم ایجاد شد، باز توسعه اقتصادی میه، توسعه فرهنگی میه، توسعه علمی میه. بسیار واضح است در حکومت‌های جمهوریت در واقع یک قماندان هم از حکومت هراس نداشت، در برابرش ایستادگی میکرد. وقتی که نظم نبود، حکومت نمیتونه برنامه‌های اقتصادی و توسعه خود پیش ببره، هر کس برای خود بود. لذاست که در شرایط فعلی یکی از نقاط مثبت امارت اسلامی است که نظم ایجاد کرده، یعنی یک نظام قوی متمرکز که آنچه را اراده میکنه او را میتونه در صحنه عمل هم محقق بسازه. و این از شاخصه حکومت ها هست، خصوصا در کشورهای جهان سوم، کشورهای مثل افغانستان. و او دلیل است که من هم باور دارم نظم بسیار مهمه و در صنف من نظم را بسیار رعایت میکردم. بسیار عالی. استاد رسیدیم به لحظات یا دقایق اخیر برنامه. اگر گفتنی باقی مانده باشه و ما نپرسیده باشیم، کامرا و مایک روایت پادکست در خدمت شماست. من شما تشکر و قدردانی میکنم که برنامه‌های اساسی و کلیدی را در دستور کار خود قرار میدهین. و شرایط فعلی کشور ما یک شرایط خاص هست. من تاکید میکنم که از این فرصت ما باید استفاده کنیم. برای اولین بار است بعد از 40-50 سال که جنگ در افغانستان ختم شده. بله. منازعات ژئوپلیتیک و نیابتی پایان یافته و با توجه به اینکه ثبات پایدار میتونه یک کشور به پیشرفت برسانه، ما از این فرصت باید استفاده بکنیم. از تمام افغانا، چه اونایی که در داخل کشور هستند چه اونایی که در بیرون از کشور هستند، دعوت میکنم که برای پیشرفت کشور خود بیاندیشه، به فکر تضعیف وحدت ملی نباشند. مبادا خدای نخواسته
پیاده نظام دشمن شود. هدف همه ما ساختن یک افغانستان قوی، متحد، یک پارچه، آزاد، آباد، مستقل و مقتدر و با شکوه هست و این را یک دین من احساس میکنم. بنابراین از نسل جوان کشور من میخوایم که در شبکه‌های اجتماعی بسیار دقت بکنه. اگر یک مطلبی مردم ما را دچار مشکل میسازه، یک پارچگی و انسجام ملی ما را تضعیف میسازه، نشر نکنن. ما با زبان خود، با قلم خود، با رفتار خود، با گفتار خود باید وحدت ملی خود را تقویت بکنیم و پیشرفت کشور خود را در صدر برنامه‌های خود قرار بدیم. هر آنچه که وحدت ملی ما را تضعیف بسازه، هر آنچه که در برابر پیشرفت کشور ما مانع ایجاد بکنه، ما از او باید دوری بکنیم. بسیار مراقب باشیم که شرایط ما شرایط نازک است، شرایط حساس است، شرایط تاریخی هست و ما باید بتانیم با موفقیت، با همدلی از این شرایط عبور کنیم و یک میراث خوب و نیک را برای نسل‌های آینده خود برمغان بگذاریم که او میراث یک افغانستان قوی و متحد است. جناب دکتر عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، بسیار زیاد از که تشکر از اینکه برای پادکست وقت داده. سلامت باشین، سرفراز باشید، انشالله که روزهای خوب و خوش داشته باشید. سلامت باشید. تشکر از شما و تشکر میکنم از تمامی همراهان عزیزمان. تا برنامه‌های بعدی، الله نگهدار.